سلام بچه‌ها، به قسمت دوم این ولاگ خیلی خوش اومدید. بچه‌ها امروز 21 آگوسته و چند روز بعد از قسمت اوله و گفتم این ولاگ رو براتون از دربند شروع کنم. بریم که داشته باشیم قسمت دوم. بازم مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره بتره کنین. بچه‌ها به قسمت مورد علاقه من از دربند خیلی خوش اومدید. ما برسیدیم از این گردو گرفتیم، بعد یه فال 10 تایش 100 تومن. یعنی واقعا خیلی گرونه. جا داره اضافه بکنم که این بادکنک چراغدار 100 تومن، یعنی جمعا این یه فال گردو با این بادکنک چراغدار 200,000 تومن شد. بریز امشب بریز و بپاشه، بریز و یه کار کنه کریپتو که باشه، بریز یه جور که قشنگ باشه، یکی باید اینو جمع کنه نشه باشه. بچه‌ها یکی دیگه از چیزایی که من خیلی شوکه شدم قیمت این بستنی آدمکی هاست. یادمه 4 سال پیش که با اینا رو می‌خریدیم دونه 5000 تومن 4000 تومن این قیمتی ها بود، اما پیروز من رفتم خریدم یه دونه شو میده 10,000 تومن. چرا؟ بچه ها امروز روز دوم ولاگ 2 و ما تصمیم گرفتیم که بریم ایران مال. یکی از بزرگترین جاذبه های دیدنی ایران توی تهران این ایران ماله که این طبقه که ما هستیم فعلا یه ذره خلوته. حالا بریم طبقات بالاتر ببینیم چجوریه.
برگشتم از ایران مال و تصمیم گرفتم 2 تا چیز کوچولویی که خریدم و به شما هم نشون بدم. اولین چیزی که خریدم این کشه است، خیلی کیوته، که قیمتش 44,000 تومان بود. واقعا تعجب کردم. و این کشا الان من یکیش به موهامه که قیمت هر دونش 1000 تومان بود که فکر میکنم جمعاً با هم شد 22,000 تومان. اصلا واقعا این گرونترین خریدم بود. چرا؟ بچه ها، ما تو روز سوم از قسمت دوم ولاگ تصمیم گرفتیم بریم مگه تجریش. اونجا از این بستنی رولی های خوشمزه خوردیم و طرز تهیه‌اش به نظرم خیلی جالب اومد و براتون فیلم گرفتم. همینجا هم جا داره بگم که قسمت دوم ولاگ رو همینجا به پایان میرسونم و تا قسمت بعدی فعلا بای.